سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمدید. طول هزاران سال است که معبدها یک قسم فرهنگی مردم به حساب می روند و حتی در دنیای پیشرفته امروزه نیز مردم برای دعا کردن به این مکانهای مقدس می روند. بعضی از این معبدها با دیگرش فرق دارند و عجیب و دیدنی هستند. در این ویدیو چند تا از این معبدهای عجیب رو با هم می بینیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و حتما لایک گذارید. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиши сарфаҳм равед, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебаред, балки дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. Барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия пурра гузаред ва инчунин промокоди некара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медоред истифода мебаред. маълумоти бештар дар комментария закрепид карда шудагед. معبد کیلاسا. این معبد در ایالت مهاشترا در هندوستان جایگیر شده است. معبد یکی از کلانترین معبدهای کنده‌کاری سنگی هندوستان است. اگر توجه کنید میفهمید که این هنری کلان و زیبا اول یک سنگ کلان بوده است که بعد کنده‌کاری کرده به این شکل در آمده است. جالبش این است که در زمان ساختن این معبد در دیگر جایهای دنیا این هنر برای ساختمان‌سازی‌های کلان استفاده نمی‌شده است و این طرز ساختمان‌سازی غیر معمول بوده است. یعنی هندوها به جمع‌آوری چند سنگ کلان برای ساختن معبد یک سنگ کلان به اندازه یک کوه را پیدا کرده آن را کنده‌کاری کردند و طراحی کردند. باستانشناسان گفتند که بیش از 400,000 تن سنگ از این معبد بعد کنده‌کاری برآورده شد و برای به آخر رساندن ساختمان آن چند عصر طول کشید و همین سبب شده است که در برابر دیگرگونی‌های آب و هوایی طول چند عصر این معبد آسیب ندیده و هنوز سالم است. امپراتور مغول با نام اورنگزیب در هندوستان به 1000 نفر دستور داده بود که رفته این معبد را ویران کنند و میراث تاریخی آنها را از بین ببرند، اما این کارگران با وجود کوشش و تلاش‌های 3 ساله نتوانستند تغییرات زیادی در آن وارد کنند و بالاخره از ویران کردن آن دست کشیدند. شاید فهمیده باشید که چقدر با قوت است و طول هزاران سال بعد ما نیز زنده و پابرجا خواهد ماند. معبد ویربهادرا. دو برادر در دهه لینکش هندوستان معبد ویربهادرا را ساختند و به شیوا یکی از خدایان هند تقدیم کردند. به گفته مردم این معبد یکی از جالبترین معبدهای هندوستان است و سبب جالب بودنش معماری خاص این معبد است. 70 ستون کلان بین این ساختمان جایگیر شدند، اما در میان آن 70 ستون یکی از آنها به زمین نرسیده است و گویا که در آنجا زیادی باشد. وقتی یک مهندس بریتانیایی سال 1910 کوشش کرد که سبب این را فهمد، ستون را گرفته به زمین چسباند، اما سقف معبد نابرابر شد و نقش‌های بام معبد کج شدند. این مهندس نفهمید که این ستون در این میان چه لازم است و هیچ کس تا حال این جواب سوال را نیافته است. که دیگر از خصوصیت‌های معبد ویربهادرا این است که در آنجا یک جای پا به اندازه 1 متر و 30 سانتی متر دیده می شود که با سبب موجود بودن یک جوی آب در نزدیکیش دائما پر آب است و خیلی عجیب به نظر می رسد و با دیدنش در دل آدم هراس پیدا می شود. معبد کواتسوکواتل. اگر شما خواندن کتاب‌های تاریخی را دوست دارید، می‌دانید که مکزیک چند تمدن تاریخی را در خودش جای کرده بود. یکی از این تمدن‌ها سرخپوستان بودند که از آنها معبد با نام کواتسوکواتل یا ماری پردار به جای مانده است. در گوشه از این معبد تصویر یک ماری پردار دیده می‌شود که به نام معبد اشاره دارد. زیر این معبد یک تونل پنهانی موجود است که تا امروز آخر آن تونل و مقصد آن ناشناخته باقی مانده است. معبد مورامالدا. این معبد این معبد کلان در تیوتیاکان مرکزی مکزیک است. طول عمر این معبد به 200 سال می رسد. 6 آشیانه دارد و از صدها سنگ‌های کلان ساخته شده است. تفاوت آن از دیگر معبدها این است که در این معبد جسد 200 نفر قربانیان پیدا شده است. باستانشناسان میگویند که آن 200 نفر برای وفاداری به معبد قربان شدند. سال 2011 محققان دانشگاه ملی مکزیک در زیر این معبد یک تونل پیدا کردند که در انتهای آن حجره‌هایی دربسته موجود است. معلوم شد که در این حجره‌ها جسد نخستین فرمانروایان تیوتیاکان‌ها نگهداری شده است. بعد آن سال 2012 با یک گروه باستانشناسان دیگر در 2 مقبره زیر معبد طلا و جواهرات زیاد یافتند که سببش تا هنوز معلوم نیست. جالب است بدانید که سبب قربانی کردن آن آدمان در آن معبد این بوده است که آنها چنین فکر می‌کردند که اگر قربانی نکنند آفتاب دیگر روشنایی و گرما نخواهد کرد. آنها میگفتند که آفتاب دائما در حال جنگ با تاریکی است و برای پیروز شدن خدای آفتاب باید دائما برای او شخصانی را قربانی کرد. انگور وات.
معبدهایی را که تا حال دیدید یک طرف گذارید و میرویم سراغ کلانترین معبد جهان. انگور واد نام مجموعه از معبد هاست که اولهای عصر 12 برای شاه سوریاورمن II در انگور کامبوج ساخته شده است تا هم پرستشگاه حکومتی باشد و همچون پایتخت او استفاده شود. این معبد 162 گکتره در اول معبد هندی بوده است و به ویشنو خدای هندوها تقدیم شده است، اما بعد آمدن آیین بودایی به هندوستان به معبد بودایی ها تبدیل شد. انگور واد تا حال به آسیب باقی مانده است و تا حال یگانه پرستشگاه است که تا این زمان با عنوان یک مکان مذهبی از آن استفاده می کنند. این معبد یک مکان گردشی برای توریستان در کامبوج به حساب می رود و اینچنین نشانی ملی این کشور به حساب می رود و طرح آن روی پرچم این کشور هم نقش بسته است. شهرت این معبد نه تنها به خاطر بزرگ بودنش است، بلکه رسم‌های خرد و کلان بیشمار و مجسمه‌های پریان و رقاصانش آن را خاص و نظرربا کرده است و به همین خاطر توریستان زیادی به آنجا می روند. بر اساس گزارشات وزارت گردشگری کامبوج سال 2004 از 1 میلیون توریستی که به آنجا سفر کردند 57% آنها می‌خواستند که این معبد را ببینند. معبد استمشوار ماهادو. نام این معبد استمشوار ماهادو است و از نظر معماری چنان هم خاص و زیبا نیست، ولی یک خصوصیت جالب دارد که سبب شده است نامش را امروز در بین دیگر معبدها ذکر کنیم. خصوصیت جالبش این است که ناپدید می شود، اما اینجا یگان جادو یا غیب نیست، بلکه یک موضوع علمی است. این معبد در شهر کوبیکامبو در ایالت بوجورات هندوستان واقع است و به خاطر جزر و مد دریا ناپدید شده پس از مدت دوباره روی آب می برآید. این معبد بین دریای و خلیج کمبی واقع شده است و وقتی که آب به بالاترین سطح می رسد بخش زیادی معبد زیر آب می ماند و برای مدتی از نظرها پنهان می شود. البته این را هم باید بدانید که این گونه معبد فقط در هندوستان نیست و ژاپنی ها هم یک معبد با نام ایتسوکوشیما دارند که با جزر و مد آب همیشه پیدا و پنهان می شود. معبد کارنیماتا. کلانترین معبد جهان را دیدیم، حالا سراغ افلاس‌ترین معبد جهان می رویم. معبد کارنیماتا در ایالت راجستانی هند واقع بوده به مذهب هندوها داخل می شود و محل زندگی هزاران موش است. این معبد را با نام مکان موشخانیز نام می برند و حدوداً 25,000 موش سیاه آنجا زندگی می کنند. جای ترس‌آورش این است که با پای اوریان باید به معبد درآیید، چون که هندوها چنین عقیده دارند که اگر موش به پای شما رسد خوشبختی به سراغتان می آید. البته برای آنجا رفتن باید خیلی با اهمیت و هوشیار باشیم، چون که اگر نافهمیده یگان موش را زیر کرده بکشیم پس باید یک موش طلایی گرفته به معبد اهدا کنیم تا اینکه گناه ما بخشیده شود. بر اساس افسانه ها کارنیماتا زنی است که 14 قرن پیش زندگی میکرده است و او الهه دورگا خدای قدرت و پیروزی بوده است. گذشتن موش از نزد پای کسی یک حادثه فرخنده و پربرکت حسابیده می شود، مخصوصا اگر موش سفید باشد. آنها موش سفید را نماینده کارنیماتا و 4 پسرش میدانند و گفته شده است که بین آن همه موش فقط 10 تای آنها سفید هستند. اگر تا حال دلتان به حضور نشده باشد پس این را نیز بدانید که خوردن پسمانده موشها برای آنها نعمت حسابیده می شود و زیارت کنندگان معبد شیر یا شیرینی های پسمانده موشها را با خرسندی می خورند. عجیبش این است که تا حال بیماری طاعون در بین زیارت کنندگان این معبد دیده نشده است و آنها این را معجزه کارنیماتا می دانند. معبد کاماکیا. این هم یک معبد در کشور هندوستان است که قانونهای جامعه را زیر پا کرده است و معبدی معمولی نیست. این معبد در شهر گواهاتی واقع است و برای درس دادن به خدایان کاماکیا ساخته شده است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما در این معبد دوره حیض و جنسیت زنها مورد توجه قرار گرفته است. در داخل معبد رحیم و عضو تناسلی خدای هندو شاتی را هم می‌بینید. این رسم آیین خیلی عجیب و جالب است، اما عجیب‌ترش این است که آب رودی که از نزد معبد می‌گذرد ماه ایونی هر سال به رنگ سرخ تبدیل می شود. خلاصه این معبد جای عجیب است و همین جایهای عجیب باعث شده است که هندوستان همیشه پر از توریست باشد. معبد بریهادیسوارا. چنین به نظر می رسد که تمدن‌های باستان در رابطه با ساختن معبدها خیلی حساس بودند و وقت و هنر زیادی را صرف ساختن آنها می کردند. معبد بریهادیسوارا در کشور هندوستان یکی از همین هنرنمایی هاست. این مکان مقدس توسط پادشاه با نام راجاکولا در سالهای 1003 تا 1010 میلادی ساخته شده است. اما میدانید از چی؟ شاید باور نکنید، اما اینجا با 130,000 تن سنگ گرانیت ساخته شده است. بله، درست فهمیدید.
شنیدید 130,000 تن گرانیت. آن گنبد کلانی بالای معبد هم 80 تن وزن دارد و از یک سنگ کلانی گرانیتی ساخته شده است. بشر امروزه تا حال صرفم نمی‌رود که آدمان آن دوره با آن تکنولوژی کم چخیل توانستند این سنگ کلان را تا آن بالا برآورده جای کنند. این معبد به اهرام‌های مصر مانندی دارد و کسی نمی‌داند که آن مردم به ماشین و دستگاه چخیل توانستند این سنگ‌های کلان را جابجا کنند و به عقیده بعضی دیگر شاید آدمان فضایی آنها را ساختند. تشکر که تا آخری ویدیو با ما بودید. کدام یک از این معبدها به شما پسند آمد؟ فکر و عقیده های خود را در کامنتاری نویسید. برای به خبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما حتما به کانال ابونه شوید.